هستم. چطوری؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. داخل این ویدیو میخوایم چند تا آموزش خفن داخل ماینکرافت بهتون یاد بدیم که واقعا به دردتون میخوره. آموزش اول، چگونه لباسای چرمی خودمون رو رنگ کنیم. 2 تا روش داره. اولین روشش اینه که یه رنگ برداریم. یه لحظه بهتون بگم، یه رنگ پیدا کنم. آها اینجا باید باشه. وایسا. آها گلها کجا؟ آها رنگو پیدا کردم. خب من برای این مثال یه رنگ بنفش برمیدارم و اینجا این میذارمش اینجا. اینم نه، این روش نبود، یادم رفته بود. این روشش اینجوریه که اینو میذاریمش اینجا. یه باکت آب ور میداریم، یه باکت آب. بذار پیداش کنم. یه باکت آب این پایین ما اینو. آها یه باکت آب ور میدارین و داخل این آبو میذارید و رنگو میزنید به آب و لباسای خودتون رو رنگ میکنید. بفرمایید. اگه اشتباه نکنم روش دومم اینجوریه. خیلی خوب، یک کرافتینگ تیبل ور میدارین. بعد اینکه کرافتینگ تیبل رو برداشتین رو میذارینش اینجا و این اینجا، اینم اینجا. خب این روش اشتباه بود. آموزش اول رنگ کردن لباس چرمی و آموزش دوم. وای این همه زامبی حمله کرد. من یه سروایول بدبختم. تو رو خدا وای چیکار کنم؟ وای بزن بکش راحت. خیلی خوب. وای بالاخره صبح شده و زامبیا دارن آتیش میگیرن. وای شب بشه دوباره زامبیا بهم حمله کنن، چیکار کنم؟ آها باید یه سلاح آتشین برای خودم بسازم که کار خودم رو راحت تر کنم. برو بریم. لیتس گو. آها حالا فهمیدم چیکار کنم. من باید بیام اینجا توی این لیست انویلو بردارم، انویلو بذارم، بیام اینجا سرچ کنم. و این چند تا بردارم و یه تیر کمون بردارم و بیام اینو بزنم و آموزش دوم یعنی تیر کمون آتشین درست شد. بله تیرش آتشینه. و بهتون بگم که ماوارم میتونید باش آتیش بدین و شکست بدین. مثلا برای مثال یه زامبی اینجا اسپان میکنم. کریپر که تو صبح زنده است. کریپر اسپان میکنم. یه کریپر اسپان میکنم. اینجا میتونین کریپرهای لعنتی رو بکشید خیلی راحت. میاین پایین و یک کریپر رو برمیدارید. کریپر رو اینجا اسپان میکنید. وای کریپر چیکارش کنم؟ وای الان میکشمش، آتیشش میدم و با 3 تا ضربه یه آتشین این کریپر رو میکشه. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم که اینو بذار بکشم تا بهتون بگم. و بعد اینکه این مرد گوشت پخته بهتون میده. خب بریم واسه آموزش دوم. آموزش دوم
اینه که چطوری برین دراگونو بزنین وقتی وسیلشون رو داری. همشو اینطوری میذارین، اینطوری بذارین غلطه، کار نمیکنه. اینطوری میذارید همشو اینطوری میذارین، یه دونش غلط باشه خراب میشه. یه لازم من این درخت رو یک کمشو ببرم. اوف بذارمش یه دونم از این ور. خیلی خوب. حالا هر جوری اینو بذارین حل فرق نمیکنه. این وری بذارین اون وری فرق نمیکنه، فقط کافیه که زیر اینا درست باشه. پورتال اند شما درست شد. راحت. آموزش چطوری یه چیز درست کنین که خونه هاتون گم نکنین. هم میتونین با دایمند درست کنین، آیرون، امرالد و طلا. من که پیشنهاد میدم با آیرون درست کنین بهتره، چون دیگه دایمند و این چیزا درست کنی دیگه خوب نیست دیگه. دایمند رو استفاده میکنی. میذاریش اینجا. بیا خونتون رو گم. و اینکه قشنگترش هم بکنین میتونین از این شیشه ها بذارین که رنگش تغییر بکنه. اینجا از این شیشه های بنفش برمیدارم و میذارمش اینجا. ای بابا، اینجا شیفت رو میگیریم، شیشه رو میذاریم و بیا بنفش شد. خیلی راحت. خیلی خوب. و دیگه چی بگم؟ حالا چطوری چند نفر کنین ماینکرافتتون رو و با دوستاتون بازی کنید. اولش دوتاتون، حالا هر نفری که هستین به یه وای فای یا به یه نقطه اتصالی وصل میشین، به یه وای فای وصل میشین. خب یکیتون یه مپ میسازه، یکیتون یه مپی میسازه و دقیقا اینجا یه عدد یکی میاد. همینجایی که دارم بنفش میکنم، اون عدد یک رو میزنید و با دوستاتون راحت بازی میکنید. خیلی خوب. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و دنبال فرموش، لایک و کامنت و سابسکرایب فرموش نشه. اگه خواستین ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.